خواهران عزیز، آیا میدانید که سبب در چی بود که حضرت موسی علیه السلام برای مهر همسرش 10 سال خدمت کرد؟ چطوره که قرآن خبر میدهد حضرت موسی علیه السلام به خاطر مهر 10 سال برای پدر عروسش گوسفندچرانی کرد. 10 سال خدمت کرد. او چگونه زن بود که حضرت موسی علیه السلام برای مهرش 10 سال عمر خود را صرف کرد؟ البته شما فکر میکنید که خیلی زیبا بود که با لباسهای جذاب و نیم برهنه صدها مرد را بیقرار میکرد، یا خیلی مالدار و ثروتمند بود؟ نه خواهران عزیز، در او گرانبهاترین و با ارزشترین صفت وجود داشت که قدر و منزلت او را بلند کرده بود، که حتی خداوند او را تعریف کرد و برای تمام زنان روی دنیا تا روز قیامت عبرت گرداند. و موسی پیامبر علیه السلام 10 سال عمر خود را برای مهر او صرف کرد. آیا میدانید که کدام صفت بود؟ صفت شرم و حیا که واقعا قدر و منزلت زن را خیلی بلند میبردارد و صدها مرد پاک دامن را خواستگار و طلبگار او میگرداند. خوب دقت کنید خواهران عزیز، خداوند در آیت 25 سوره قصص این زن با حیا را چنین بیان می‌فرماید: فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. یعنی آنگاه یکی از آن دو دختر که با کمال شرم و حیا راه میرفت باز آمد و گفت پدرم از تو دعوت میکند تا در عوض سیراب کردن گوسفندان با تو پاداشی بدهد. صدق الله العظیم. ببینید در اینجا خداوند زیبایی قد و قامت و مالداری او را تعریف نکرد، بلکه صفت شرم و حیای او را تعریف کرد و برای تمام زنان دنیا تا روز قیامت عبرت گرداند. خداوند هر چیزی را دوست دارد او را در قرآن ذکر می کند. با شرم و حیا راه رفتن این دختر به خداوند پسند آمد که او را در قرآن تعریف کرد و عبرت برای تمام بشریت گرداند. قدر و منزلت او را چنان بلند گرداند که موسی پیامبر علیه السلام را خواستگار و طلبگار او گرداند که 10 سال عمر خود را برای مهر او صرف کرد. خواهران عزیز، با شرم و حیا باشید تا قدر و منزلت شما بلند شود. با جلوه دادن در شبکه‌های اجتماعی و با بی‌حیایی فقط مردان فاسق و خداناترس خواستگار یک شبه یا یک ساعته شما می شوند و خلاص. خدایا تمام زنان مسلمان را شرم و حیا عطا فرما. آمین یا رب العالمین.